سلام بچه‌ها، به یوتیوب چنل من خوش اومدید. اسم من شوفه هستش و این اولین ویدیوی یوتیوب من هستش. امروز اول از هر چیزی میخوام بهتون نوع درست کردن پنکیک معروفم درست کنم. بچه‌ها که تو اینستاگرام منو فالو دارن میدونن که این پنکیک رو من هر روز درست میکنم. الان فکر میکنم 1 سال کامله که من دارم این پنکیک رو میکنم. و اگه اینستاگرام منو فالو ندارین، این اینستاگرام من هستش، حتما فالوش کنین. بریم ما هم دیگه موادش رو بهتون نشون بدم. دارچین من استفاده میکنم، یه دونه موز احتیاج دارین، یه دونه تخم مرغ، پودر اوتمیل احتیاج دارین یا خودشو که من حالا چون پودرشو ندارم از خودش استفاده میکنم، و یه پودر پروتئین که من معمولا از وانیلا استفاده میکنم واسه این پنکیک که درست میکنم. خب موزمون رو قشنگ لهش میکنیم توی ظرف با چنگال. بعدش دارچین رو اضافه میکنم، بعدم تخم مرغ، بعد دوباره همش میزنیم. ببین کلا شاید 5 دقیقه هم زمان نبریم پنکیک درست کردنش. ولی خب تقریبا تمام موادی که برای صبح احتیاج دارم به بدن بهشونم این پنکیک میرسه. تجربه که دارم این جوپری که استفاده میکنین هر یه قاشقش میشه 10 گرم. حالا من اینجا ترازو ندارم، 3 قاشق همینجوری میگیرم. یه سکوپ پروتئین میریزیم. واسه این هم پروتئین هم کانسنتریت پروتئین هستش، یعنی ایزوله نیست. خب بهترین گزینه است معمولا واسه صبحونه. حالا ولی شما میتونید همون پروتئین ایزوله‌ای که دارین استفاده بکنین، هیچ فرقی نداره. دوباره همه مواد رو هم میکس. اینم از اسپری. کاری که میکنم واسه هم میگم پنکیک 5 دقیقه درست میشه. همه مواد رو با هم میریزم توی تاومون. چرا؟ چون که نمیخوایم زیاد زمان بگیره که بعد درست کردنش برام سخت بشه که بعد صبح بعدی که میخوام درست کنم بگم نه ولش کن دیگه نمیخوام درستش کنم. میخوام به آسون ترین نوع ممکن درستش کنم که هر روز برام میخوام انجامش بدم، برام یه پروسه سخت نباشه انجام دادنش. همه مواد رو که کامل ریختین داخل تابه، بعد قطعا صافش میکنین و وقتی که روش شروع کرد اینجوری حباب زدن پنکیک رو برش میگردونین. حالا واسه برگردوندنش هم احتیاج این چیز داشته باشین که اینجوری طوری باشه که بتونه همه رو با هم برگردونه که مثلا تیکه تیکه نشه پنکیکتون. حالا تا این بخواد درست بشه من هر میوه‌ای که دارم، یا استروبری، بلوبری، هر میوه‌ای که دارین میتونین استفاده بکنین واسه کنارش که هم بهتون فیبر و این چیزا رو برسونه، همین که مزهش خیلی بهتر میشه با پنکیک. من حالا دراگون فروت امروز دارم. دراگون فروت هم با پنکیک خیلی خوشمزه میشه. میگم چون اینجا اندونزی خیلی راحت پیدا میشه، من اینو امروز دارم با خودم، این داشتم تو خونه. ببینید من پنکیک یه ذره خودش رو گرفت، جوری به 4 قسمت مساوی تقسیمش میکنیم که قشنگ بینش رو اینا بپزه.
ببین اینجوری میشه. اینم از پنکیک. اینجا بگیرم همه کشی خب بچه من آماده شدم که برم جیم. شلوار که مال دیفاینه، اسپورت با هم مال جیم جارنم. بگم که بیرون هوا بارونیه و با موتور رفتن یه ذره سخته. باید بذاریم که بارون یه ذره کم بشه. حالا این بهتون نشون بدم. نمیدونم دیده میشه یا نه، ولی خیلی بیرون بارون بدی داره میاد. و بارونای اینجا هم اینجوریه که مثلا یهویی بارون میگیره و مثلا اینجوری بارون میاد، بعد دیگه مثلا بعد نیم ساعت استاپ میشه. حالا ما باید اینجوری صبر کنیم که این بارونه استاپ بشه. همینجوری که دارم صحبت میکنم ببین اینو بهتون نشون بدم. اینو اگه بگیره دوربین، این مال شارلت هستش، فلولس فیلتر 4.5. من قبل از اینکه بیام اینجا اینو رفتم از سفورا گرفتم تسترشو، و به خاطر اینکه هر چیزی که میخوام بگیرم قبلش باید برم حتما تسترشو بگیرم، امتحانش کنم، اگه دوست داشتم بگیرمش. خلاصه که اینو رفتم گرفتم. بعد اینکه همه میگفتن فول کاورج نداره و این چیزا، من همیشه شک داشتم اینو بگیرم. بعد اینجا که اومدم چیکارش کردم، اومدم یه ذره زدم رو پوستم، بعد روشم سانسکرین زدم، یعنی همراه باهاش اونی که زدم رو پوستم سانسکرینم زدم، و بعد با دست اینو توی صورت اینو با دست زدمش که بره داخل پوستم و انقدر قشنگه که باورم نمیشه. خلاصه که اینو خواستم بهتون بگم. یه ذره صبر میکنم بارون کم بشه یا بند بیاد، بعدش دیگه بریم باشگاه. خب بچه من برگشتم، از خودم یه چایی ریختم، اومدم اینجا، گفتم بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم. از آخرین باری که من خونه بودم داره فکر کنم 4 ساعت میگذره، 12 رفتم بیرون باشگاه، بعدش هم یه چه غذا خوردیم و الانم خونم و گفتم بشینم و یه ذره با هم دیگه صحبت کنیم. همونجور که از تایتل این ویدیو میدونین، این ویدیو راجع به یه آپدیت راجع به زندگی من، راجع به سوالایی که توی اینستاگرام ازم میپرسین. گفتم بشینم یه سری جواباشو اینجا بهتون بدم، چون توی اینستاگرام خیلی سخته بشینی راجع به یه سری از موضوعات صحبت بکنی. خیلی کانتنت معمولا خیلی ویدیوها کوتاه‌تره، خیلی جزئیاتو نمیشه توضیح داد. خلاصه که گفتم بیام اینجا و بهتون توضیح بدم. اول از هر چیزی ویدیویی که ورکت امروزم و تمرین امروزم براتون میذارم تو اینستاگرام. این ویدیو یادتون نره که حتما نگاش کنین. اول اینکه توضیح بدم راجع به خودم، این که اسمم شگوفه است، همونجوری که میدونین. 10 سال استرالیا زندگی میکنم. قبل از اون 3 سال ترکیه بودم و الانم که 10 روز تقریبا 2 هفته میشه که بالی هستم. سوالی که بیشتر ازم میپرسین اینه که آیا واسه همیشه اومدم بالی یا اینکه چجوریه. اول اینکه میخواستم توضیح بدم که شما نمیتونین واسه مدت طولانی بیشتر از 2 ماه توی بالی بمونین، مگر اینکه یه بیزنس چیزی اینجا داشته باشین، که من نه، بیزنس ندارم و خب مکسیمومی که میتونم بمونم 2 ماه هستش. ولی یه چیزی هستش اینه که وقتی که من از کشور خارج شدم، از استرالیا خارج شدم، اینکه چقدر میخواستم بیرون کشور بمونم زیاد مشخص نبود، یعنی هنوزم مشخص نیست، چون که
اومدم که حالت یه سالی رو از کشور بیرون باشم، از استرالیا بیرون باشم و خب تجربه جدید تو زندگی کسب کنم. اولین جایم که میخواستم اونم بالی هستش. حالا بعد از اینجا بعد ببینیم که چه کشورهای دیگه ای میشه رفت و واسه چند وقت موند و اینا. حالا اینی که دارم بهتون میگم خیلی بستگی به شرایط داره، چون که گاهی وقتا یه تصمیمایی توی زندگی میگیری و خب همه چی خوب پیش نمیره. تا الان که 2 هفته آسونی نبوده. حالا من توی ویدیوی دیگه کامل راجع به تجربیاتم توی بالی بهتون توضیح میدم، چون فعلا فقط 10 روزه و اگه بخوام یه توضیحی بدم کلی راجبش احتیاج به زمان بیشتر دارم. احساس میکنم که بتونم یه سری چیزا رو مطمئن بشم و بعد بیام باهاتون صحبت بکنم. چون میگفتم ممکنه که این پروسه، این که از کشور خارج شدم و میخوام حالا یه تجربه تو زندگیم به دست بیارم و همه اینا شاید اونجوری که میخوام پیش نره و من مثلا یه هفته دیگه بالی بمونم و برگردم. 2 هفته دیگه، 1 ماه دیگه، هیچکی نمیدونه، خودم هم نمیدونم. و چرا میتونم اینجوری تصمیم بگیرم؟ چون که تقریبا چیزایی که توی ملبورن تقریبا واسم وابستگی داشته، حالا از لحاظ مالی، مثلا ماشینم، خونه، همه اینا رو دادم. یعنی قبل از اینکه میخواستم بیام ماشین فروخته شد، خونه رم تحویل دادم و خلاصه که یه وابستگی مالی انگار واسه خودم نذاشتم. کارم استعفا ندادم ولی مرخصی ازش گرفتم. اصلا آسون نبوده، اصلا تصمیم آسونی 1% هم توی زندگیم نبوده، مخصوصا واسه کسی مثل من که 2 بار سختی مهاجرت رو به دوش کشیده بودم. حالا نمیدونم چجوری بگم. وقتی مثلا توی ایران هستی به طور مثال، میدونی مثلا اوکی من این ساعت بیدار میشم، این ساعت میرم باشگاه، این ساعت میام خونه، این ساعت این کار رو میکنم، دوستامو دارم، زبانشون رو میدونم، کالچر رو بلدم، فرهنگ مردم برام آشناست، خیابونا رو میدونم، همه چی برات خیلی راحت هستش و در واقع نقاط امن زیادی رو توی زندگیت داری. در واقع تک تک قسمت های زندگیت امنن برات، مگر اینکه مثلا حالا یه مشکل مالی پیش بیاد یا هر چیز دیگه ای. ولی وقتی مهاجرت میکنیم، من وقتی مهاجرت کردم از ایران به ترکیه، خونه‌ای که توی ترکیه داشتیم واسه چند ماه اول نزدیک مدرسه بود و این صدای زنگ مدرسه اونا ظهرا مثلا میومد توی خونه ما. یادمه که من این صدای زنگه بعد چند وقت ما تا از اون خونه اومده بودیم اینا جایی میشنیدم اذیتم میکرد. یعنی اینکه منو یاد اون خاطرات اولی که تازه وارد کشور شده بودم، استراب داشتم، استرس، سردرگمی، منو یاد همه اونا مینداخت. خلاصه که من کلا آدمیم که به نقاط امن توی زندگیم احتیاج دارم و خب این تصمیم گرفتم دوباره همه اون نقاط امن زندگیمو ازم گرفت. نمیدونم، شاید یه استپ باشه توی زندگی که من بزرگتر کنه، شایدم یه روزی بهش برگردم و فکر کنم که اشتباه بوده. و دلایل این که من از استرالیا اومدم بیرون چی بود؟ یکی از دلایل اصلی که من از ملبورن اومدم بیرون آب و هوای ملبورن. اینکه 8 ماه توی ملبورن ما چون آب و هوای سرد داریم، حالا سردم نه ولی ابری، بارونی، همه اینا منو به شخص خیلی اذیت میکنه. کلا هوا که سرد میشه روتین زندگی من خراب میشه. مثلا از سر کار که میام دیگه به سختی خودم میکشم تا باشگاه، یا انرژی ندارم در روز، انگیزم کمتر میشه. بازه که زندگیم با آفتاب رابطه مستقیمی داره. یکی از دلایل دیگه‌ش این بود که من خسته شده بودم از زندگی ماشینی که توی استرالیا برات به وجود میارن، خواسته یا ناخواسته. اینجوریه که همش کار 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 کار. با خیلی از حتی خود استرالیایی‌ها که صحبت میکنی مثلا همیشه یه چیزی تز حرفاشون هستش که اوکی 1 روز 2 روز کار نکنی نگران اینه که مثلا اجاره خونه رو چجوری میخوای بدی، قسط ماشین، 1000 تا قسط دیگه ای که کلا بخوام بگم
احتیاج به یه بریک داشتم، احتیاج به یه میگن زنگ تفریح داشتم که بیام از اون زندگی که داشتم میکردم بیرون، به خاطر اینکه همیشه فکر میکردم که جوری که دارم زندگی میکنم انگار که به فکر فردا نیستم، فقط دارم جلوی پامو نگاه میکنم و زندگی میکنم و این یه چیزی بود که نمیتونستم توی خودم درستش بکنم. یعنی اینکه همه تصمیمایی که میگرفتم همه چیم فقط واسه مثلا هفته بعد یا مثلا ماه بعد بودش و خب احساس کردم که شاید یه ذره از اون شرایط بیام بیرون بتونم اینو فیکسش کنم، درستش کنم که خب نمیدونم بتونم قابلیت داشته باشم اینجا، ولی حداقل اینکه سعی خودم رو میکنم. تو این چند وقت ورزشم هم ول کردم، 3 هفته 4 هفته کلا از باشگاه هم نرفتم، از باشگاه هم فاصله گرفتم. حالا بخاطر دلایل مختلف شد که دوباره از لحاظ ذهنی من دوباره بیشتر به چالش بکشه، چون من آدمیم که وقتی یه ذره یه چیزی میبینم برام سخت پیش میره یا مثلا یه مشغله ذهنی دارم، خودم به زورم که شده میکشونم توی باشگاه اونجا باشم. اگه درستم تمرین نکردم، اگه هر جوری که تونستم تمرین کنم واسم کافیه که ذهنمو بتونم آروم بکنم. حالا واسه 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت بعدش همون واسه من کافیه، ولی این چند وقت قابلیت همونم نداشتم که انجام بدم. خلاصه که چند وقت آسونی برام نبود. ماه آخری که توی ملبورن بودم، وقتی که تصمیم بگیری میخوای یه کاری رو انجام بدی مجبوری یه سری چیزا رو هم باشون به قول اونجایی دیل بکنی، مثلا باشون کنار بیای. راجع به خرج و مخارج اینجا خیلی زیاد اصلا میپرسین که اونم میگم تو ویدیویی که میخوام راجع به بالی بهتون بگم حتما میذارم براتون. بچه ها فقط اینجا رو ببینین، وسطی که داشتم ویدیو میگرفتم فقط شما بارون رو ببینید. یعنی بارونای اینجا خیلی دیوونن. من از بارون دوباره فرار کردم و اینجا الان فکر میکنم 10 روز که اینجا هستم 3 روزش رو کلا اینجوری بارونی بوده. ببین بارون میاد، وحشی بارون میادا و گرمم هست، گرم و بارون اینجوری. ببین یه چیز واسه تعریف کنم. من 3-4 روز پیش اونجا که میبینی اونجا لباس پهن کرده بودم. خب بعد دیدم که آفتاب از اونجا، نه اول اینجا پهن کرده بودم رو این، بعد دیدم که آفتاب اونجاست، لباسا رو بردم اونجا و من داشتم اینجا تو کیچن تو آشپزخونه رفتم از یخچال یه چیزی بردارم، بعد دیدم که از این پنجره دیدم که لباسا اونجوری افتاده توی استخر اینجا، یعنی اینجوری کج شده بود افتاده بود تو استخر و من اینا رو از توی استخر بردارم. بعد این در بذار قشنگ واسه توضیح بدم. بعد این در اینجوری بسته بود. خب من این در رو اینجوری باز کردم رفتم که برم، بعد این دره چجوریه؟ این دره اینجوری که خودش میره ورش کنی میره تا ته. من انگار تکیه داده بودم به این دره، بعد پامو اینجا گذاشته بودم، پام یهو نمیدونم چی شد اصلا سر خورد اینجوری افتادم تو استخر، یعنی همینقدر قشنگ. و از همون موقع دیگه من از این استخره استفاده ای نکردم. اینم از خاطره ما.